باید جراحی کردن نکردم. امرا نو ابواد نمیفتیان باید جراحیش کنن. در این دنیا کمبغل ترین آدم، بیکس ترین آدم، بیچاره ترین آدم، تنها رجب علی ایبرانی. چه کردی نوچه جان؟ هیچ. اکاد زنگ نزد. اکرم زنگ زدن نوچه جان. راستی گفت کاراشون بسیار بود، گفت زنگ میزنم. بیکارتر شدم، گفت زنگ میزنم. خدا نگهدارش باشه. آمین. ما چه کردی نوچه جان؟ ساز چیدین؟ چه ساز میشم ولی ویسته خدا برای کاری بچه متیه. سوایم بسته که مولا نگاه میکنه. اینه چه بگه چه جان؟ مایده ما چه جان اون کار بارو ما بینی با میام خبرتون میگه خواب؟ اکاد زنگ زد سلام. مالش خواب. مایده دانه رو بدنت بچه جان. اما میبرز بیم دیگه در بالا ارتخاضی دار بچه. که ناس میبودم من برابر دیت کن تو الله بیستم. دکی نسان دست بچه. الو. خواهر اکا سوزی خوبی تینجی؟ نه رحمت اکا جان شما سوزین خوبه نکا جان؟ رحمت میشه زنگ زدی راستی گپ همه خیلی که میدونی کاری ساختمون چفل چیه یعنی بین در خطی بچه کار کردی چبدین دیگه امکانیتی گپ زدن نبود تینجی ای بخیره چی گپ های؟ ها تینجی اوچا جان اون پرسیده سبتونا سلامتون گفتن دعای خوب دادن تو نکا جان کاراتون چه خیلی اکا جان شما سوزین خوبه؟ میشه خدا شکر مایده کار با رفته خدا شکر آها چی اکا جان اما چم شما پرسیده بودن تو نه؟ تلفون برو چم اب تک باید خطی و چم هم صبح شم راستیگه بکا جان کم طرفش دوروی چم دادم مزه شونه سختون میدونین دوروش دادم خواه چه درترک زنگ زنین تیم نمیشه و؟ خب مایش ببوشم مایش خب اکا جان برای کار خب کیای؟ منم شهرزاد مریم جون. آزی السلام علیکم. السلام علیکم. ساز خوب خواهر جون. ساز خوبه نکه؟ میشه. سلامتی ساز. امان در کجا؟ دارم داشتگی هم. بریم. بیا بدریم. اما سلام علیکم. بیا شهرزاد جان سلام علیکم. دورش همه خوب. شتونه الله. خانه بودگی و سزا. همه ساز خوب. چی ای رحمت مریم جون سلامت باشی. مریم تو چی؟ رحمت. درسا چی خیلی؟ زود. 5 خط خوندی؟ آو. بهترین. خوبی دیگه اما؟ خدا بشکر گشت. خدا ساز باشین. ای احوال گرده چی؟ گرده هیچ همون خیلی همین دورو هم میخورم کم ترک خرخت میشه و این دورو میگذاره با همون درد هیچ بهبودیش ندیدیم هیچ بهبودی نیست. من رنگین شما را یک رفیقم دکتر اونجا نشان دادم تا که سنگای همون گرده کلان شدگی حسابی خنه گرفتگی گفت که را با دارو و با گیاهچای و با خیلی چیزا نوبت خانگی خطی نمیشه باید جراحی کردن نکردم. امرا نو دوستان عزیز یا لحظه بعد خدمت خواهران مادران و پجانکو میرسونم که شرکت فابریک برای هر یک شما شرایط خوبی کاره فراهم آورده که شما میتونید در خانه بشینید در خانه نبرین توسط هم تلفن موبیلیتون کار و فعالیتتون و بیزنستون پیش برده در یک مکانی کم است 3000 سر کرده تا 15000 تومانی پول به دست بیارین برای کار قبول شدن دیپلم لازم نیست زبان خارجی دانستن لازم نیست ای خونه بر اومدن لازم نیست انا دانش دو دخترک شما را میتونید کار کنین اپایی که در کارخانه دولتی و کارخانه شخصی کار میکنین شما را میتونید کار کنین فقط در یک روز 3 ساعت وقتتون را صرف میکنین و هر ماه نیم خیلی معاش میگیرین
برای به کار قبول شدن یگان کس پول نمیتونید التماس نمیکنید، فقط دایرکتر شرکت فابریک اپای فاطمه جان را اینا دودرکتون راجع ولی ابراهیمی مراجعت میکنه. اپای ما تمام نزدیکی کار نقطه به نقطه شما را به پول میفهمونه، یادتون میته و شما را میتونید هر ماه نمیخلی پول به دست بیارین. واتساپ اپای نمیجا موندگی مراجعت کنین و برای حاضر نوشتن شما با 500 روبل شما را اپای فاطمه توفا میکنه. برای همین حرکت میکنیم مینویسیم در شرکت فابریک کار کردن چی خوبیا داره. 21 روز پس معاش میگیرین، غیر معاشتون هر ماه توفا میگیرین. غیر توفا وقتی که شما 2 ماه کار میکنین 3 ماه کار میکنین و دایرکتر شرکت فابریک میشین، در این حالت 20000 تومان دیگه از جانب شرکت فابریک توفا میگیرین. این چونین یک چله طلای دیگه از جانب اپای فاطمه جان یعنی که قبول میکنین. برای همین حرکت کنین بنویسین و نگفتن همونه که وقتی که شما در شرکت فابریک کار میکنین برای تولد هر یک فرزندتون 10800 تومان دیگه توفا تون میکنن. حرکت کنین بنویسین، هر ماه پول بگیرین، هر ماه توفا بگیرین. حرکت کنین نه واتساپ یا فجان مودا اینا ما مراجعت کنین 500 روبل دیگه با توفا بگیرین. من نشون دادم تا که سنگای همون گرده کلان شدگی حسابی خانه گرفتگی. گفت که را با دارو و با گیاهچای و با خیلی چیزا نوبت خانگی خطی نمیشه و باید جراحی کردن نکردم. اما را نه گفتم اگر پیروز جان اگر شرایطش باشه یکون یا علاقهش میکردیم یکون سلطانه پرتو جراحیش میکردیم. شهزاد جان دلم نمیشه بچه‌م روزی قدش بلند شد فقط باری وزین زندگی همی خانه کشید، فقط همی قدش بلند دید و خیال کرد که کلان شده مردک شده، فقط وزین زندگی در زمین خودش گرفت. دلم نمیشه بچه‌م مشکمو نمیخورن لباسی تنمو نمیتونه شکر میکشته. بچه کلان شده عمرش گذشته تو کرده غریبی و میگرده زن دادن در کره. شهزاد جان دلم نمیشه. ای به هر حال زیغ نشینم اجا دعام بزرگه ببینید که همش میشه انشالله زیغ نشین انشالله که همش خوب میشه. خیلی اما ایده بخیزم نمیشه شهزاد اما مخصوص نگاه که با انشالله که پگای دیگه با ارتوانشون نپیشتم. بچه‌م خدا اعتراضی بشه میفرستیم خدا روزی بشه. بله شما جان بله بچه‌م سلام بخونه بودگی کنم سل که آمد. Алло. Ola خواهرجان. Assalomu aka. سلام. So'zing xudan akajon. Rahmat, shimo chiqay, o'cham chiqay. Nag'z rahmat. Akajon zangton zadim. Rosti gap یک چیزا میخواستم بگم تو نه. خب گپ زد خواهرجان. وقت دارین akajon؟ چی بانه گپ زد با ازور گپ زد هست وقت گپ زد. akajon راستی گپ دینه بچه تقومشون آمده بودن مادرم به همو دوروی گرفتگی تبوت نمیفتین باید جراحیش کنن. قصی مادرم گپ زدن بچه تقومشون مادرم نمیخواد جراحی کنه، نمیخواد مقصد شما رو خواتیر کنه ترسونتونه. زنگ تو نزد من مادرم پینهانی شما در زنگ زدم مقصد که جراحی گفتستین مادرم نه جراحی اون در کار شدگی اکا جان پول در کرای ها؟ او اکا راستی گپ خواهر یکش که برای ما ای همه در مهم سلامتی مادر ای یا علاج کرده ایگون کس خرد میکنم چون که ولی معاش نگرفتم، معاش مونه ندادم. یک 13-14 روز پس باید معاش بگیریم. خیلی ما حرکت میکنیم ها خواهر یکش. خواب اکا جان کوشش کنین مادرم درک ندارن مقصد مادرم خبر ندارن نمیدونن که من شما در زنگ زدگیم. راستی گپ خودم نخواستن شما رو ناراحت کنن خواتیرتون کنن. من با جای این مادرم زنگتون زدم اکا جان. میفهم خواهر جان میفهم حرکت که خواهر یکش همیشه در برش باشی، همیشه دروش وقت ساعت خطی دادم دیگه. بله خواب اکا جان من خواب های
فهمیدم اکا جان فهمیدم. خب اکا مادم پیشید در روزتون مکا. قبول های همونجا یک پنج زده خجلتی من میگم. مالش خوب اکا مالش. خب سلام علیکم سلام علیکم شهردار. اکا. سازین خوبی نکا سلامتی ساز خوب. سلامت باش. چی حال داری؟ گشتیم اکا مایده. هزار ببخشی شهزاد جان که دیر کردیم برات. بخیر باش. میگی به چی گپ بود؟ هیچ گام نداره اکا. هیچ گام نداره. کجا روسیه بیا خدمت کنید. روسیه بروم نمیشه بودی تو. شهزاد جان خیلی نگو برادر جان. تو خودت ناز میدونی که مخت رنگی دوده رو میدونم. مخت رنگی بیگونه نمیشمارم. میگن که همسایه نزدیک ای هزاران خیش دور در بهتر خوبتر ای. چی مشکلی ای؟ چی کم بوده ای برادر؟ چی خدمت کنم؟ گپ زد. سلامت باشی اکا جان. روسیه بخیر جبلی. اما امای توفان همیش نسی نکن. محله بلوگی. اکا اما امای کلونیم. اما روسیه بکا جان جراحی کردن در کرای. در گودش سنگ شده چی شده. تو گفتیم بود امروز جراحی کنیم. بدونین که زندگی هم خوب نیست. زندگیشون کم بغلونه اکا. یک بچه داره، یک دخترک داره، دخترکش طلبه مکتبه. بچه‌اش چند سال بودم تاجیکستان دا بود که ایسوبی که یک افسر بود در خونه کار حلام کردن نتونست. زندگی مجبورش کرد مهاجرت رفت. یک سال میشه مهاجرت داد. ای خونه‌شون دی نکرد جان. زندگیشون فقیرانه کرد. حتی در خونه‌شون یک ماشین هم ندارن که ماشین پوشن بچه‌شون جراحی کنن. واسه همین خاطر گفتم که اگر تونین یک دستگیریش میکردین خوب میشیدن بچه ده. کاری ثواب میشیدن بیچاره‌ک ده. بهترین فکر شهزاد جان. میدونی دستگیری کردن و گپی نیست. حالا که دستگیری میکنی یکی یک چیز را فراموش نکن برادر. میگوی بچه هم کمبغل ای نادار ای بیچاره ای بیکس ای. این سخن خودت خطا ای برادر. در این دنیا کمبغل ترین آدم، بیکس ترین آدم، بیچاره ترین آدم، تنها ترین آدم همون نفرایی هستند که برادر مادر ندارند، پدر ندارند. ببین برادر، اکر پول و مال داره، درآمدی خوب داره، یک چند مغازین داره، چندی خانه ها داره، ماشین داره، پولش یگان کمبودی نداره در حیات. نیکی بالای همین قدر شرایط داشتن، بالای همین قدر پول و مال داشتن، من میتونم که یک کنده مادر ما بخرم. من میتونم که همه دارایی ما صرف کنم، یک بار همراه مادرم هم صحبت بشم، یک بار روی مادر ما ببینم. نمیتونم. برای همین برادر عزیز چقدر پول کاره؟ 5000 اکا جان. یک دو سه و چهار و پنج شش هفت هشت نه و ده. شهزاد جان کجا زیاد بود؟ هیچ گپ نداره شهزاد جان. مهم کاری تو بود شوه. مهم عمت چی تو بیاوه. هزارم میده کجا. برادر ای را بگی و یک سخنی مرا حتما بچه امد برسون که بچه امد در این دنیا یکی ای ثروتمندترین مردای دنیا ای، یکی از داراترین مردای دنیا ای. برای چی؟ برای اون که در زندگیش، در حیاتش، در برش فرشته زمینی با نام مادر داره. حقیر دنیا ماییم که مادر نداریم. حقیر دنیا ماییم که مادر نداریم. رجب علی ایبرانی